سلام و عرض ادب و احترام خدمت تمام اعضای محترم کانال بیت پروفیت. مهدی کاظمی هستم، تحلیلگر بازارهای مالی. به درخواست دوستان قرار امشب نحوه ساخت اکانت در صرافی بایننس رو خدمتتون عرض کنیم. فقط نکته قبلش این که صرافی بایننس با توجه به اینکه ایران جزو تحریم ها هست خدمات به ایرانی ها نمیده. با آی پی اینترنت ایران اگه وصل بشید به شما اخطار میده، پس نیاز هست حتما سرور مجازی اجاره کنید. شما اگه با فیلتر شکن وصل بشید، فیلتر شکن ها قطعی دارن و آی پی تون لو میره. ما الان وارد فضای سرور شدیم. خب گوگل رو باز میکنیم، بایننس رو که تایپ کنید، بایننس، سایت بایننس واسهتون میاره اینجا و این محیط سایت بایننس. ریجستر نیو رو که بزنید ساخت اکانت جدید. خب ما ایمیل جدید میزنیم، سعی میکنه یه مقداری مختصر بگیم که فایلمون سنگین نشه و همه دوستان بتونن اینو دانلودش کنن. خب پسوردم که پسورد خودمون رو میزنیم اینجا. بله خب الان یه کدی میده و ما نزدیک به 60 ثانیه این کد واسه ایمیل ما ارسال شده و فرصت داریم مراجعه کنیم به ایمیلمون و این کد رو اینجا درجش کنیم. خب این کد رو من بزنم. خب سکسس داد و وارد شد. اینجا ما کاری نداریم، وارد گوتو داشبوردمون میشیم. خب این مرحله ما برای اینکه ضریب ورود امنیتمون رو بالا ببریم دو راه حل به ما پیشنهاد میده. یکی از راه تلفنه و یکی از راه این اپلیکیشن گوگل اوزنتیکیتوره. اینو شما میتونید دانلود کنید، رو گوشیاتون نصب کنید، اینو داشته باشید. ما از قسمت احراز هویت دو مرحله‌ای با شماره موبایل نمیتونیم استفاده کنیم چون که مشخص میشه ما ایرانی هستیم، پس ما از این قسمت استفاده میکنیم. اینو که کلیک کنیم خب این صفحه باز میشه و 4 تا استپ داره که ما استپ به استپ جلو میریم تا فرایندمون تکمیل بشه. نیکس رو من بزنم، یه صفحه شطرنجی با یه بارکدی باز میشه که حتما از اون اسکرین شات بگیرید و نگه دارید و پرینت بگیرید و هیچ موقع فراموش نکنید. چرا؟ اگه شما قرار باشه گوشیتون رو گم کنید زمانی و مشکلی پیش بیاد، شما نمیتونید وارد سایت و اکانتتون بشید مگر اینکه بارکد رو داشته باشید. پس این بارکدی که الان میاد و حتما ازش اسکرین شات بگیرید و داشته باشید. خب ما از قبل اوتنتیکیتور رو نصب کردیم رو گوشیمون. خب گوشی رو میگیریم روبروی همین بارکدی که الان داره نشون میده. خب الان تایید شد. خب این به طور اتوماتیک هر چند ثانیه یه بار واسه ما کد میسازه. خب نیکست رو که بزنیم، خب اینجا یه ایمیل واسه ما میده. اگه سند بزنیم که ما حدود 1 دقیقه وقت داریم ایمیل بدیم و همزمان باید این کد دو مرحله‌ای که واسه اپلیکیشنی که عرض کردم نصب کردید رو گوشیتون رو با هم وارد کنید. خب ما این نیکست رو میزنیم
بلافاصله وارد ایمیلمون میشیم. خب وارد صندوقمون میشیم. خب کد اومد، کد 2 مرحله ایمون اینجا سریع تا فرصت هست واردش کنیم. خب این کدی که الان با این اپلیکیشنی که نصب کردید رو گوشیتون داره نشون میده رو باید اینجا وارد کنید. سابمیت میزنید، تموم میشه. الان ما اکانتمون فعال شد و یه اکانت داریم که با صرافی بایننس میتونیم خرید و فروشمون رو انجام بدیم و به علتی که ما فرآیند اصلی احراز هویتمون رو تکمیل نکردیم روزی 2 بیت میتونیم گردش مالی داشته باشیم. خب اگر قسمت خیلی خلاصه من بگم، حالا تو فایل‌های بعدی انشالله سعی میکنیم تکمیل تر توضیح بدیم. تو این قسمت که بیاید قسمت ترید ادوانس رو بزنید. خب ما میتونیم فرآیند خریدمون رو آغاز کنیم. اینجا ارزها رو سرچ میکنیم، هر ارزی که مد نظر اینجا سرچ میکنید میاد جدول معاملات اینجا نشون میده. اینجا داشبورد خیلی خوبی داره، هم برای پوزیشن های مشخص گرفتن از مارکت خریدن و استوب لیمیت داره که میتونید حد ضرر و حد فروش رو تعیین کنید. و بحث فیوچرز، این قسمت رو شما بیاید تو این قسمت فیوچرز رو بزنید، وارد محیط جدیدی میشین که محیط فیوچرزمون هست. تو این محیط هم شما آیتم های مختلفی رو دارید که ابتدا از شما یه سری سوالات داره که حدود 10-15 تا سوال باید جواب بدید که بحث این سوالات به خاطر اینه که شما به توجه ریسک معاملات در وضعیت فیوچرز بشید. حالت کراس داریم که حالت کراس و ایزولیت. شما فرق این دوتا اینه که اگر شما تو کیف پولی که تو حالت فیوچرز انتقال دادید معامله انجام بدید، وقتی که فرض کنید شما $2000 دارید با $1000 خرید انجام بدید، شما تا وقتی تو پوزیشن میمونید اگر ضرر کردید که $1000 بیرونتون هم بتونه شما رو ساپورت کنه. این حالت کراس. اگه ایزولیت رو بزنید فقط همون مقدار سرمایه‌ای رو که درگیر کردید وضعیتش مشخص میشه و سرمایه بیرون از اون دیگه ساپورت نمیکنه. خب این وضعیتی که ما داریم تو این حالت، هم وضعیت شورت داریم، هم وضعیت سل شورت داریم، هم وضعیت بای داریم. هر دو وضعیت رو ما میتونیم انتخاب کنیم و از بازار دو طرفی ارزهای دیجیتال نهایت استفاده رو ببریم. بحث فیوچرزش هم که اینجاست. شما میتونید از عدد 1 تا 125 اینجا ست کنید به عنوان فیوچرز. اولا فیوچرز مفهومش اینه وقتی که شما به طور مثال فیوچرز 10 رو میبندید، فرض کنید شما یه دونه بیت کوین که با فیوچرز 10 وقتی شما وارد یه پوزیشن میشید عملا مثل این میمونه که یه بیت کوین شما خریدید، $9 صرافی به عنوان اعتبار به شما داده و کارمزدتون هم به همون مقدار ضریبش بالا میره و تا زمانی شما تو پوزیشن میبونید که اگر پوزیشن ضرر ده بود شما بتونید وضعیت کارمزد رو پوشش بدید و اگر نه خود صرافی کارمزد برمی‌داره و کل سرمایه شما صفر میشه. امیدوارم که نهایت استفاده رو برده باشید و انشالله در فایل های آتی خدمتون توضیحات تکمیل تری رو خواهیم داد.